سلام گرم عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز آکادمی بی سینیور. من محمد هستم و در خدمت شماییم با ویدیو جدید از کانال آکادمی بی سینیور. امروز میخوایم در مورد پارامترهای اتوماتیک کیپ لایو و کش اکستنت با هم دیگه صحبت بکنیم. دو تا پارامتری که در داخل لیست ویو هامون معمولا داخل فلاتر ما میبینیم و بسیار از برنامه‌نویسان میدونم که با اینها آشنایی ندارن با این دو تا پارامتر، ولی اگر آشنایی هم دارن استفاده هم ازش نمیکنن، یعنی به پستشون نخورده، به طولشون نخورده بخوان استفاده بکنن. ولی امروز برای اون دسته از دوستانی که تا الان استفاده نکردن و آشنایی ندارن می‌خوایم دو تا پارامتر رو شرح بدیم کارش رو، که اگر روزی در جایی به این دو تا پارامتر نیاز داشتید بدونید که میتونید از اینها به چه شکلی استفاده بکنید. قبل از اینکه کارو شروع بکنیم ازتون میخوام که اگه تا الان کانال سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، این پایین زنگوله بغلش هم بزنید به محضی که من ویدیو جدیدی گذاشتم بتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید ما رو هم تماشا بکنید. خب بریم سراغ کار. اولین موردی که من میخوام اینجا بهتون توضیح بدم در مورد کش اکستنت هست. کش اکستنت پارامتری هست در داخل لیست ویومون، لیست ویوهای فلاتر، که ما میتونیم توسط اون آیتم هایی که خارج از صفحه هستن، آیتم هایی که از دید کاربر، از دید من خارج شدن رو میتونیم کش بکنیم و یه کاری کنیم که لیست ویو ما اونها رو ریبیلد نکند. به عنوان مثال من اولین کاری که چون میخوام مثال عملی میخوام براتون بزنم، من اینجا یه کانتینر ساختم و هایت اون رو میذارم مثلا 200 یا 200 خوبه به نظر من، و در داخل ویسش رو هم میذارم دابل دات اینفینیتی و چایلدش رو من یک لیست ویو دات بیلدر بهش میدم که یک آیتم بیلدر از من میخواد و اینجا بهش میگم که کانتکست دات ایندکس و اینجا میام ریترن میکنم. اولین کاری که میکنم یک کانتینر بهش میدم، هایتش رو میذارم مثلا 100، کالرش رو فعلا دارم یک لیست ویو میسازم، فقط میگم کالرز دات مثلا بلو و کاری که اینجا من میخوام انجام بدم اینه که این کانتینر خودم رو بنظرم داخل یه پدینگی که از همه سم فاصله داشته باشه و آیتم کاونت این لیست ویو رو من بیام بذارم، بگم که آیتم کاونت مثلا 20 تا به نظر من گزینه خوبیه برای تست این کش اکستنت و اتوماتیک کیپ لایو. خب اینجا میبینید که من یه لیست ویو دارم که هایتش 200 ولی یک لیست ویو در داخلش دارم که هر کدوم از اونها به اصطلاح 100 هایتشون 100 و من 20 تا از این آیتم ها دارم. کاری که من اینجا انجام میدم اینه که میام داخل این آیتم بیلدر من پرینت میگیرم. چی رو پرینت میگیرم؟ میگم که برای من ایندکس رو پرینت کنه، ایندکس دلار ایندکس. خب چه کاری اینجا این پرینت برای من انجام میده؟ مطمئنا شما میدونید زمانی که ما یکی از این آیتم های ما از صفحه خارج بشه و ما دوباره مثلا اسکرول بکنیم به اون آیتم یا آیتم های جدیدی از پایین صفحه به بالای صفحه نمایش داده بشن، یعنی وارد صفحه بشن، آیتم بیلدر اون موقع اون آیتم ها رو اجرا میکنه و رندر میگیره. کاری که با این پرینت داریم انجام میدیم اینه که ما در داخل کنسول میخوایم بفهمیم هر زمان که این پرینتمون انجام بشه یعنی اون آیتم تازه رندر گرفته شده. حالا من میام یه بار هات ریلود میگیرم و میایم کنسولمون رو باز میکنیم، میبینیم که آیتم 0 و 1 و 2 و 3 رو برای من رندر گرفت همون ابتدای کار. پس لیست ویوی من به صورت دیفالت در یک لیست ویوی که در یک کانتینری که هایتش 200 و من یک آیتم و 1 و نصف آیتم هم تقریبا معلوم هست تا 2 تا آیتم یعنی 0 و 1 هم تقریبا معلومه، آیتم 2 و 3 رو هم برای من رندر گرفته. حالا من بیام یکم اسکرول بکنم به سمت پایین، میبینم آیتم 4 رو تازه برای من رندر گرفت، آیتم 5 6 و همینجوری که من اسکرول میکنم به سمت بالا تازه آیتم های جدید رو برای من رندر میگیره. و موردی که هستش اینجا نکنید من الان تا آیتم 7 رو دارم و الان پس آیتم 0 تا 7 برای من رندر گرفته شده است. حالا من یه بک میزنم و برمیگردم به سمت بالا. خب میبینید اینجا متغیر هست. الان میبینید که این 6 تا آیتم رو برای من رندر گرفته بود، مثلا برگشت به آیتم 0 دوباره برای من رندر گرفت، یعنی از آیتم 1 تا 6 رو دیگه ریبیلد نکرد و دوباره از 0 که من میخواستم بیام به سمت 4 رو برای من رندر گرفت، یعنی آیتم 1 و 2 و 3 رو برای من ریبیلد نکرد. حالا کش اکستنت چیکار میکنه اینجا؟ شما داخل
لیست ویوتون میتونید ببینید که این لیست ویوی شما تا چه اندازه میتونه آیتم های شما رو کشف بکنه. یعنی مثلا من میام داخل لیست ویوی خودم و اینجا بیرون از آیتم بیلدر من پارامتری داریم به نام کش اکستنت. اگر من این کش اکستنت رو بذارم روی، مثلا دارم میگم که بذارم روی 5 یا 10 مثلا بذارم و یه هات ریلود من بگیرم، یه بار دیگه اپلیکیشن رو ببینیم میبینیم که 0 تا 4 رندر گرفته برای من. میرم 5 6 7 8 و 9 و حالا یه ذره میریم بالاتر، باز 10 و 11 و 12 و حالا برمیگردیم به سمت پایین. میبینیم که 10 و 11 رو دیگه فقط برای من به اصطلاح تو کش انداخته. یکم دیگه میایم پایینتر میبینیم که پشت هم داره 8 7 6 دوباره داره برای من رندر گرفته میشه. حالا من دوباره میرم به سمت بالا، میبینیم که از 6 اومد یک سره به 9. پس یعنی چی؟ یعنی 7 و 8 رو دیگه برای من رندر نگرفته. یعنی من با کش اکستنت 10 مثلا با این ارتفاع میتونم 2 تا از آیتم های خودم رو کش بکنم. حالا مثلا پس اینجا متوجه شدید منظورم چیه؟ یعنی آقا ما داشتیم به سمت بالا میرفتیم تا 12 رفتیم و دوباره اسکرول اومدیم به سمت پایین. به سمت پایین اومدیم دیگه از 12 مستقیما پرید به 9، یعنی 11 و 10 رو، یعنی 10 و 11 دو تا آیتم رو برای من ریبیلد نکرد و مستقیما آیتم 9 رو برای من ریبیلد کرد. پس 10 و 11 توی کش بودن. از اینجا هم از 6 وقتی می‌خواستیم دوباره اسکرول کنیم به سمت پایین دیگه 7 و 8 رو برای من ریبیلد نکرد، بلکه اومد یک سر 9. 7 و 8 کجا بود؟ توی اکستنت ما بود یا اون توی کش ما بود. حالا مثلا من این 10 رو بیام بذارم، مثال بیام بذارم 1000، 10 رو بیام بذارم 1000. حالا من یه هات ریلود بگیرم، میبینید که یک سره اومده کل آیتم های منو همون ابتدای کار، یعنی من اگه از برنامه یه بار دیگه بیلد بگیرم نگاه بکنید و الان یه بار دیگه هات ریلود، میبینید که با کش اکستنت 1000 میاد 10 تا آیتم اول منو همون ابتدای کار بیلد میگیره، یعنی رندر میگیره. و زمانی که من میام به سمت بالا 11 12 13 14 تا آیتم 14 هم الان برای من رندر گرفته. حالا من برمیگردم دوباره با عقب، میبینید که هیچ رندری نمیگیره با اینکه من 2 تا آیتم گذاشتم، 2 تا آیتم، 3 تا آیتم، 4 تا آیتم گذاشتم و هیچ آیتمی همچنان برای من ریبیلد نمیشه و میام پایین تا نکنید به 0 رسیدم. تازه اومد دوباره آیتم 10 رو برای من رندر گرفت. یعنی من از 14 تا 0 هیچ آیتم جدیدی برای من دوباره ریبیلد نشد. خب اینجا با کش اکستنت هرچه کش اکستنت رو شما بیشتر بکنید آیتم های بیشتری رو پس شما میتونید تو کشتون نگهداری بکنید. اگه من اینو بذارم مثلا روی به اصطلاح 2000 و بیام ابتدای اسکرول خودم، بیام ابتدای اسکرول و هات ریلود بگیرم، میبینید که عین این 18 تا 19 تا آیتم رو اومده برای من همون ابتدای کار بیلد گرفته. یعنی عین این 18 تا 19 تا آیتم اومده تو کش برای من نگه داشته. پس کش اکستنت اینو میگه. و اتوماتیک کیپ لایو رو برای چی داریم؟ اتوماتیک کیپ لایو برای اینکه آقا زمانی که ویجت های شما، آیتم های لیست ویو شما اومدن و به دید کاربر رسیدن و ویژوال شدن و کاربر شما دیگه میتونه اون به اصطلاح آیتم های لیست ویو رو ببینه، دیگه وارد کش بشن و هر کاری هم بکنیم دیگه ریبیلد نشوند. و این رو ما چطور میتونیم انجام بدیم؟ با اتوماتیک کیپ لایو میتونیم انجام بدیم. در داخل لیست ویو مون ما یه پارامتر داریم به نام add automatic keep alive، به صورت دیفالت تروه. پس شما نیازی نیست بنویسیدش، به صورت دیفالت تروه. اگر میخواید فالسش بکنید میتونید بنویسید و فالسش بکنید. فقط برای اینکه من نمایش بدم به شما آوردمش و تروش کردم. ولی یه کاری که داره اینه که برای اینکه این عمل بکنید و بخواید شما از این استفاده بکنید باید از اتوماتیک کیپ لایو میکسین استفاده بکنید. تمام ویجت های زیر مجموعه شما باید یک استیت فول ویجت، یعنی من میام اینجا یک استیت فول ویجت میسازم به نام مثلا کاستم آیتم و وارد کلاس استیت بشم، بگم with automatic keep alive client mixin. اینجا یه اروری به من میده، میگه که شما وقتی که اینو وارد کردی باید یکی از پارامترهای ما رو اوورراید بکنی. یکی از فانکشنمون want keep alive هست و این رو شما باید بگید که برای من برگردون true رو. حالا کل آیتم هایی که اینجا در داخل این پدینگتون دارید رو، پدینگ رو یک سره من بردارم. خب بعد از اینکه من پدینگم رو آوردم و اینجا گذاشتم، این بالا باید جای این پدینگ بیام بگم چی؟ بگم کاستم آیتم که همین کلاسی هستش که ما خودمون ساختیم برای خودمون و کلاس به اصطلاح
کاستومی است که خودمون ساختیم. ببینم همه چی اوکی مرتبه. خب یه کاستوم آیتم داریم که از اتوماتیک کیپ لایو کلاینت میکسینگ استفاده میکنه. وانت کیپ لایو رو هم ما ترو گذاشتیم. حالا من میام یک بار دیگه از برنامه رو رام میگیرم تا ببینیم برنامه ما به چه شکلی در میاد. چون بیلدمون چند بار ممکنه پشت هم اجرا بشه، واسه همین پرینت های مختلفی برای ما اینجا میگیره و من الان یه بار هات ریلود میگیرم، میبینید که 0 و 1 و 2 3 رو اومده، یعنی 4 تا آیتم اول رو اومده برای من رندر گرفته و بیلد گرفته. حالا من اسکرول میکنم به سمت پایین، 4 و 5 6 7 8 9 10 دونه دونه آیتم ها رو داره برای من رندر میگیره و بیلد میگیره. حالا من همچنان میام به سمت پایین تا آیتم مثلا 16 ها اومدم. حالا من میخوام برگردم عقب، دوباره برمیگردم عقب، میبینید که هیچ آیتمی برای من اینجا چاپ نمیشه. و چرا پایین نمیاد عددمون؟ چون عدد 15 14 13 12 10 اینا رو برای من چاپ نمیکنه، چون که ما اونا دیگه اتوماتیک کیپ لایو هستن. یعنی زمانی که ما تا آیتم 20 هم بلنشیم بریم نکنید، میرم آیتم بالاتر 17 18 19 برای من چاپ میکنه، ولی آیتم های تکراری برای من چاپ نمیکنه. دیگه اون آیتم ها زندن و اون آیتم ها از داخل کش شده هستن و دیگه ریبیلد نمیشه. شما این شکلی میتونید آیتم های لیست ویو خودتون رو یعنی زنده نگه دارید و یا کششون بکنید و کلا آیتم ها ریبیلد نشوند با اسکرول کردن. حالا کجا ممکنه به دردتون بخوره؟ مثلا جایی مثل فید اینستاگرام وقتی پیاده سازی میکنید کش اکستنت ممکنه خیلی به دردتون بخوره، چون که ویدیوها بعضی اوقات ممکنه سنگین باشن. ما با اسکرول کردن نمیخوایم که هر دفعه ویدیو جدید لود بشه، میتونیم کشش بکنیم. و عکس های اگه عکس مثل فید اینستاگرام عکس های مختلفی لود میکنید، کش اکستنت میتونه به دردتون بخوره که دو تا عکس بعدی، دو تا عکس قبلی یا 3 تا 4 تا عکس قبلی و بعدی رو بتونید کش بکنید و نگه دارید. اینا خیلی میتونه براتون مفید باشه. اینجا از این نظر میتونید ازش استفاده بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و از وقتی که در اختیار بنده گذاشتی بسیار بسیار از شما ممنونم و شما رو تا ویدیوی بعدی به خدا میسپارم. خدا یار نگهدارتون.